همش منتظری یکی بیاد حالتو خوب کنه، منتظری یه چیزی رو بخری حالت خوب بشه، منتظری. انتظار داری از مادرت، انتظار داری از پدرت، از استادت، از شوهرت، از زنت. انتظار. آیا واقعاً انتظار داشتن و منتظر کسی یا اتفاقی بودن تا حالا به یه نفرم کمک کرده؟ از خودت بپرس. اگه میخوای بدونی کمک کرده یا نه، بیا ویدیوی بعدی تا بهت بگم منتظر بودن با ما چی کار میکنه. سلام، من پریناز هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. چگونه تمرین کنیم که منتظر نباشیم؟ منتظر اتفاقی، منتظر آدمی، منتظر چیزی که داشته باشیم برای اینکه حالمون بهتر بشه. کلاً منتظر نباشیم. چجوری تمرین کنیم؟ خب دیدید خیلی وقتا ما برای اینکه آدم شادتری باشیم ممکنه وارد ارتباطهای غلط بشیم. ممکنه برای اینکه تنهاییمون رو پر کنیم، یا مثلا میگیم من تنها، من کسی رو ندارم، من مثلا میگم مشکل دارم، خانواده‌ام خلوتن، با فلانی اتفاق فلان افتاد، باید تنهاییم یه جوری پر بشه. میریم وارد ارتباطی میشیم و انتظار داریم که اون تنهایی برطرف بشه، ولی نمیشه. یا مثلا میگم پدر مادرمون، کسایی که خب هممون اولین آدمهای زندگیمون که باشون آشنا میشیم پدر مادرهامون هستن. اولین کسایی که ازشون یاد میگیریم، ازشون انتظار داریم که ما رو ساپورت کنن، انتظار داریم که حالمون رو خوب کنن، انتظار داریم که مشکلمون رو حل کنن. و خیلی وقتا این انتظاره باعث میشه که از دست پدر مادرمون خشمگین شیم و در نهایت یه جایی میرسه که از خودمون خیلی عصبانی میشیم. یا دوباره یه مثال دیگه، خیلی وقتا انتظار داریم که مثلا میگم فلانی فلان کار رو در حق من بکنه چون من اون کار رو براش انجام دادم، پس باید فلان کار رو برای من انجام بده. میای یه خوبی میکنی، یه کاری انجام میدی به خاطر اینکه انتظار داری اون آدم هم تو زندگی رو جبران کنه، و وقتی که این کار رو نمیکنه مثل یه پتکه که انگار میخوره تو سر آدم که مثلا این اینجوری بودش، نگاه کن، من این همه به تو خوبی کردم، من این همه فلان کار کردم، دیدی تهش تو اینجوری، دیدی این کارو کردی. و به شدت انتظار داشتن ما رو خشمگین میکنه، ما رو عصبانی میکنه. حالا اینجا ما میخوایم ببینیم که آقا چجوری تمرین کنیم که این انتظار داشتن از آدم‌ها رو بذاریم کنار و راحت باشیم. ببینید اولین نفرایی که من میرم سراغشون برای اینکه این صحبت رو بکنم پدر مادرها هستن. خیلی وقتا ما دوست داریم مادر پدرمون همه جوره ما رو درک کنن، بفهمن، و ازشون انتظار داریم که پدر مادر باشن. ولی خیلی جاها ممکنه اون دوتا آدم زندگی اونقدرایی هم که فکر میکردی خوب از آب در نیان، یا بلد نباشن، ولی این لغت بهتره، بلد نباشن که واسه پدری یا مادری کنن، یا بزرگتری کنن، یا بتونن مشکلاتو حل کنن. ممکنه که خودخواهی کنن، ممکنه که نفع خودشون رو اول نگاه کنن، ممکنه که دانششون تو این زمینه ناقص باشه و یه جایی به تو ضربه میخوره از سمتشون و به شدت خشمگین میشی. به خاطر همین من خودم اولین نفر این رو یاد گرفتم، واسه خودم آموزش دادم یعنی، و بعدش هم به شما پیشنهادش میکنم انجامش بدید، شاید واسه شما هم کار کرد. پدر مادرتون رو به عنوان آدم‌های جدا ببینید، به عنوان یک انسان ببینید، خیلی پدر مادر نبینید. سعی کنید قبول کنید که اونها هم حق اشتباه کردن دارن، اونها هم میتونن خطا کنن، اونها هم میتونن اشتباه راهنماییتون کنن. خیلی مثلا میگم یه بچه‌ای پزشکی دوست نداره، واقعا دوست نداره، ولی پدر مادره به خاطر اینکه بهش نرسیدن، به خاطر اینکه حالشون خوب نیست، به خاطر این فکر میکنن که اگر پزشک بودن خوشبخت‌تر بودن، یا اینکه بالعکس همه اونجا پزشکن و بچه فشار وارد که تو هم باید همان راهی را بری که من رفتم.
این فشارهایی که به بچه وارد میکنن انقدر زیاده و بچه رو مجبور میکنن وارد راهی بشه. خب وقتی اون سنش میره بالا، پزشکم میشه، مثلا بهترین حالت ممکن کسب درآمدم بکنه و راهش هم درست بره ولی در آخر اون بچه خوشحال نیست. وقتی بزرگ میشه، 30 سالش میشه، 40 سالش میشه، با خودش راحت نیست. انگار که از اون راهی که اومده لذت نبرده، انگار که کیف نکرده. و همین جاهاست که انتظاری که ما داشتیم که آقا پدر من، مادر من، تو باید پدری میکردی، مادری میکردی، منو درست راهنمایی میکردی و حالا اشتباه راهنمایی کردی، اینجاهاست که آدم میریزه به هم. اینجاهاست که اون انتظاره از پدر مادره تبدیل میشه به یک خشم، به یک نفرت که تو باعثش بودی. من از تو انتظار داشتم که درست راهنمایی کنی، من از تو انتظار داشتم که راه منو درست بهم نشون بدی. به خاطر همین خیلی مهمه که بچه‌ها ما خودمون با تفکر و با فکر و با منطق و با توجه به علایق شخصیمون، من نمیگم که حالا برید دنبال یک سری چیزایی که آخرتش هم هممون میدونیم راهش به بنبست میرسه ها، ولی در کل من فکر میکنم که هممون باید پدر مادرهامون رو به عنوان انسان نگاه کنیم، به عنوان انسان‌هایی که در ضرب المثل میگه انسان‌هایی که در یک جمله جایز الخطاان. اینها فرشته نیستن، بیگناه نیستن، هرچی میگن درست مطلق نیست و میتونن خطا کنن. به خاطر همین اولین تمرینمون این باشه که انتظار از پدر مادر رو به عنوان یک پدر مادر توی به خصوص حالا سنینی که آدم میره بالاتر و دیگه نیاز به شیر خوردن، غذا خوردن، لباس خریدن از سمت اونا نداره، بذاریم کنار. پس اولین تمرینی که واسه خودمون میکنیم این که انتظار نداشته باشیم که پدر مادر بی مورد باشن، بی اشتباه باشن، بی گناه باشن. به عنوان انسان ببینیمشون. دومیش چیه؟ خیلی وقتا ما مداوم منتظریم که با داشتنهای مختلف، با انتظار این داریم که با داشتن فلان چیز من حالم خوب میشه. حالا دوباره بیم انتظار داشتن تو اینجا هم تمرین کنیم که از بین ببریم. انتظار این رو نداشته باشید که اگر ماشین فلانی زیر پاتون بود، اگه خونه فلانی رو داشتید، اگه کار فلانی رو داشتید، آدم خوشحال تری بودید. با همین چیزی که هستید اول، من نمیگم آرزوهای بزرگ نکنید، دنبال موفقیت و اینو نرینا، نه، اشتباه نشه. با چیزی که هستید اول احساس راحتی کنید. احساس راحتی کنید. ما ممکنه خیلی تلاش‌های مداوم کنیم، هی بدویم دنبال یه چیزی باشیم و در نهایت بهش نرسیم و این نرسیدن اصلا مشکلی نیست توش، اصلا اشکالی نداره. اگه شما تلاش کردی، اگه 1000 بار خوردی زمین به یه چیزی نرسیدی، اصلا مهم نیست. بپذیرید آقا نشد، تلاشمو کردم، دویدنمو کردم، زحمتمو کشیدم، صحبتامو کردم، عرقی که باید بریزم و ریختم، نشده، کنار بیایید، باهاش کنار بیایید. انقدر انتظار نداشته باشید که با داشتنها، با جمع کردنها حالتون بهتر بشه. دومین انتظاری که پس باید با خودمون تمرین کنیم اینه که انتظار نداشته باشیم با داشتن یک سری چیزها، با بودن با یک سری از آدما حال خودمون رو خوب کنیم. و سومی و آخرین موردی که میخوام با هم دیگه راجبش حرف بزنیم، انتظار از خودمون در مورد این که من توی گذشته خطا کردم و من از خودم انتظار داشته باشم که نباید خطا میکردی. تو آدم بدی بودی که خطا کردی، خنگ بودی، ناتوان بودی، نادان بودی، مغزت مشکل داشت. دیدید حرفایی که آدم هی با خودش صحبت میکنه و ما فکر میکنیم حرفایی که آدمهای دیگه به ما میزنن ما رو نابود میکنه، در صورت این که اکثر اوقات نابودی ما از سمت مغز ناخودآگاه خودمونه، از انتظار غلطی که خودمون از خودمون داریم. شاید بچه خنده‌دار باشه ولی جالبه، من یه تحقیقی میخوندم دقیقاً این رو اثبات کرده بود که حرفهای آدم‌ها اونقدری ما رو نابود نمی‌کنه. شاید مثلا میگم یه جایی یکی چیز بگه که زندگی یکیو که حالا خودش رو شاید پیدا نکرده باشه بریزه به هم، که اونم درست نیست، ولی در کل
اون ناخودآگاه فکری ما که صبح تا شب هی داره با ما صحبت میکنه و اکثر اوقات هم دکتر هولاکویی میگه ما آدم‌ها با سگ درونمون به دنیا میایم. این سگ درونه بعضی اوقات انقدر ما بهش غذا میدیم انقدر بهش بها میدیم که میشه گرگ درون. خب و وقتی که بشه گرگ درون دیگه نمیتونی بگیریش، انقدر وحشی، انقدر حمله کننده است که دیگه نمیتونی اصلا آرومش کنی. این همون صداهایی توی ذهن شماست، همون صداهایی که میگه من ازت انتظار داشتم تو دختر خوبی باشی، من ازت انتظار داشتم که تو رشته درست انتخاب کنی، من ازت انتظار داشتم که با فلانی آشنا بشی، مثلا ببین دختر خالت رفتش با فلانی چقدر عاقبت به خیر شد، من از تو انتظار داشتم که همچین زندگی واسه خودت بسازی. یا مثلا میگم خیلی وقتا به بچهای کوچولو من ازت انتظار داشتم که تو فلان عمر کرد، تو پسر بدی هستی، تو دختر بدی هستی، تو نباید اینجوری میشدی. و این انتظارهایی که مدام تو ذهن میان ما رو تربیت میکنه که از خودمون انتظار داشته باشیم که بهترین باشیم. اگه تو فلان تیپو نداری، نه تو خوب نیستی، اگه انقدر اضافه وزن داری تو خوب نیستی، ببین فلانی اینجوریه. میدونی انتظارهایی که خودمون بیجا و بیخود، خیلی ببخشید اینقدر راحت میگم، بیخود از خودمون داریم. لزومی نداره آقا جون، من تلاشمو میکنم، شد نشد فدای سرم که نشد، چیکار کنم؟ بشینم صبح تا شب قصه بخورم که چرا فلان اتفاق نیفته، من فلان چیزو ندارم؟ نه، اصلا با خودتون این کارو نکنید، با خودتون مهربون باشید، از خودتون انتظار نداشته باشید. پس اولین انتظار چه بود؟ انتظاری که مامان بابایی بودش. از مادر پدرتون انتظارشه که خیلی مادر پدر باشن. اولین چیز این بود که اونجا تمرین کنید که این رو بذارید کنار. دومیش بود که داشتنها، به دست آوردنها، با فلانی بودنها خوشحالتون کنه. انتظار داشتنهای این چنینی که انتظار داری اگه با فلانی باشم تنهاییم پر میشه، اگه فلان چیزو بخرم اوکی میشه دیگه. انتظارهای این چنینی رو از خودتون بذارید کنار. و سومی و مهمترینه که انتظار از خودتون نداشته باشید. ما آدمیم، میتونیم اشتباه کنیم، اصلا اشتباه کردن مشکلی نداره، اصلا این مشکلی نیست که شما بیای خطا کنی. فدای سرت که اشتباه کردی. من از همینجا دارم بهتون میگم فدای سرتون که مثلا فلان گند آدم زده، فلان اتفاق افتاده، فلان جا رو خراب کرده. اگه این صداها و این استانداردهای بیرونی که بهتون میگن چرا این کارو کردی و این حالت رو به وجود آورن که از خودتون انقدر متوقعید، انقدر انتظار دارید، نه من باید فلان آزمون اینجوری بدم، من باید با فلانی آشنا بشم، نه من باید این کارو کنم، این خونه رو بگم، این ماشینشو، این رو همه رو بریزید دور و از خودتون رو انتظارهای بیجا و بیخود نداشته باشید. سعی کنید با خودتون راحت باشید، با خودتون کیف کنید. زندگی یه باره دیگه، شوخی که نداریم، کلا یه بار بهمون میگیرن، یه بار ازمون یه بار بهمون ببخش قبل اینکه بگیرن میدن و همونجا از آدم میگیرن دیگه. پر تو بهترین حالت چه میدونم الان نشون میدم، مثلا این روستاهای ژاپن که 100 سال طرف عمر کرده، بوی چی خورده چیکار کرده که عمر کرده. خب پر قرار اگه آدم 100 سال هم عمر کرده باشه خیلی کوتاست، خیلی کوتاست. پس لذت ببرید. هر موقع شما انتظار داشتن از هر کس و هر چیز و هر نمیدونم موجود و جانوری رو بذارید کنار، احساس آرامش میکنید. منتظر کسی نباشید، اصلا منتظر نباشید. هیچکی به دادتون نمیرسه، به خصوص تو موقع مشکلات. اینو قراره سنتون زیاد شه، شمایی که چه میدونم 10 سالته، 20 سالته، 30 سالته، هر چیزی میخوای بعداً بفهمید. من الان با 10 ها تجربه که حالا بعداً باهاتون داستانا رو میذارم به این نتیجه رسیدم که منتظر بودن فقط تلف کردن وقتتونه. بجنبید، انتظارا رو بریزید دور، راحت زندگی کنید. راحت یعنی انتظارا رو بریزید دور. فلانی من براش این کارو کردم، اون یکی باید برای من این کاره، این مامانمه، این بابامه، این پسرمه، اون دختر داییمه باید اینجوری میگود. اینا رو بذارید کنار و برای همه حق اشتباه کردن قائل باشید. همه به خدا انقدر حالتون خوب میشه، انقدر اعتماد به نفستون میره بالا، انقدر کیف میکنید با خودتون و آدمای بیرون که نگو نپرس. وقتی که منتظر نباشی، انتظار نداشته باشی از هیچ کس و هیچ چیز و هیچ وسیله‌ای، حال دلت و فکرت خیلی آرومه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. لایکتون نره، کامنت بذارید، نظرتون رو بهم بگید. موضوعی که دوست دارید هر چی باشه
برای من کامنت کنید. با بچه‌ها راجبش تحقیق میکنیم، در میاریم، کتاب میخونیم و خیلی کوتاه مختصر سعی میکنیم یه توصیه کوچولی به شما بدیم که شاید حال دل و فکرتون 1% بهتر بشه. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.